ائمه در نزد آخوندان شریکان الله‌اند. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. بیگمان کسانی را که به جای الله به نیایش می‌خوانید بندگانی امثال شما هستند، پس آنان را بخوانید. اگر راست گویید باید پاسخ شما را بدهند. این چالش از جانب الله متعال برای کسانی است که با او تعالی شریکانی قرار می‌دهند و بشر را در دعای خود می‌خوانند، در حالی که ایشان مالک نفع و ضرر حتی برای خود هم نیستند. لکن آخوندهای نادان در گمراهیشان سرگشته و سرگردانند. والذي حافظ على إقامة الصلاة، على استمرارية الصلاة. إذا لولا الحسين ما كان واحد يعرف يصلي. مو الشكل هذول الأدلاء كما يقول مولانا أمير المؤمنين، يقول نحن الأدلاء على الله بنا عرف الله. نحن الأدلاء على الله بنا عرف الله. مو الشكل نحن أبواب الله. يصير أنت تطرق باب من دون أهل البيت؟ أبدا، الله ما يفتح لك بابه. قول يا الله بدون أهل البيت ما يفتح لك الباب، مستحيل. قول يا الله بدون أهل البيت ما يفتح لك الباب، مستحيل. وحتى تدق باب النبي ما يفتحوا لك. این از لطف و مهربانی و نعمت بزرگ و بیکران پروردگار بر بندگانش است که آنها را به امری دعوت می کند که خیر و صلاح دنیوی و اخروی در آن نهفته است. بنده بدون واسطه می تواند با پروردگار راز و نیاز کند و الله جل جلاله از او می شنود و دعایش را می پذیرد، چنانکه می فرماید: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگارتان فرمود مرا به دعا بخوانید تا برایتان اجابت کنم. آنان که از عبادت من کبر می‌ورزند با خواری به جهنم در می آیند. و می فرماید: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگانم درباره من از تو بپرسند بگو به راستی که من نزدیکم. دعای دعا کننده را هنگامی که مرا به دعا بخواند اجابت می کنم. پس باید که از من فرمان پذیرند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند. و در آیه دیگر می فرماید: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. به راستی انسان را آفریده ایم و می‌دانیم نفسش چه وسوسه‌ای به او می‌کند و ما به او از شاهرگ گردن نزدیکتریم. الله متعال در قرآن کریم دعاهای زیادی را ذکر می‌کند که در هیچ کدام از آنها ذکر ائمه نیست. مثلا: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. و چون اعمال حجتان را به جا آوردید پس یاد کنید خدا را همان گونه که پدرانتان را یاد می کنید. بیشتر خدا را به یاد آورید و دسته ای از مردم می گویند پروردگارا به ما در همین دنیا عطا کن و در آخرت هیچ بهره ای ندارند. و دسته ای هستند که می گویند پروردگارا در دنیا به ما نیکی عطا کن و در آخرت نیز به ما نیکی بده و از عذاب آتش ما را دور نگهدار. و در نقاط مختلف قرآن دعاهایی داریم که با ربنا و اللهم شروع شده و در میان هیچ ذکری از ائمه نشده است.